متعدد داریم، شاید حدود 200 روایت ما داریم از 144 راوی در حد متواتر روایات که رجعت هست، ائمه برمیگردن به این دنیا و مؤمنین خاص و حتی کفار خالص و خاص اینا برمیگردن. کفار برمیگردن انتقام ازشون گرفته بشه توی این دنیا قبل از آخرت. مؤمنین هم برمیگردن که حکومت جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو ببینن. بینندگان عزیز، عقیده بازگشت به دنیا پس از مرگ باوری مخالف با راهنمودهای قرآن و عقل سالم است که برگرفته از عقاید یهود می باشد، به گونه ای که آنها معتقد به بازگشت هارون علیه السلام به دنیا می باشند. الله متعال در قرآن می فرماید: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا ندیده و توجه نکرده‌اند که پیش از آنان نسل‌های بسیاری را هلاک کرده ایم که به سوی ایشان یعنی به دنیا باز نمی‌گردند؟ و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نیز بر اساس باور برگرفته اش از قرآن کریم منکر رجعت می باشد. ایشان در نهج البلاغه در نامه 31 که در آن به امام حسن وصیت کرده می فرماید: فلیس بعد الموت مستعتب ولا الی الدنیا منصرف، یعنی بعد از مرگ راهی برای برگشتن و راضی ساختن الله متعال وجود ندارد و هیچ کس به دنیا باز نمی گردد. و اما از لحاظ عقلی نیز رجعت و برگشتن مردگان به دنیا از این جهت که مستلزم حرکت قهقرایی است و برخلاف سنت الهی و خارج از جریان نظام عالم طبیعت بوده، امری کاملا امکان ناپذیر می باشد، چنان که برگشتن انسان به مراحل اولیه خلقتش برخلاف سنن و قوانین تغییر ناپذیر الهی می باشد.